هواپیمای بارکش باینگ 767 شرکت فدکس ایالات متحده آمریکا بدون چرخ پیش با استفاده تنها از 2 چرخ عقب در فرودگاه استانبولی ترکیه به زمین نشست. وزارت نقلیات ترکیه میگوید حادثه 8 می به وقوع پیوست و کسی جراحت نبرداشته است. قبل از نشست هواپیما خدمات نجات و آتش نشانی فرودگاه و پیشواز هواپیما صف کشیدند. مسئول فرودگاه استانبول میگوید تفتیش حادثه شروع شده است. حالا نمیتوان گفت که کی هواپیما از خط نشست و پرواز بیرون کشیده می شود. ابتدا باید تفتیش صورت گیرد. سپس شرکت هوایی تصمیم گیرد که با هواپیما چیکار میکند. بعد مقامات بی‌خطری پروازهای فرودگاه استانبول هواپیما را به جای دیگر انتقال میدهند. خبرگزاری ریترز می نویسد که اثنای نشست هواپیما چند ثانیه با 2 چرخ پا بر جا بوده، سپس نولش به زمین برخورده است. ظاهراً بعدی برخورد به زمین آتشپاره‌ها و دود به چشم خورده است، ولی خدمات آتش نشانی فواره‌های آب را به طرف هواپیما روانه کرده آن را بی خطر نمودند. تا حال منصبداران ترک در این باره اظهارات پخش نکردند. طبق اطلاع رسیده باینگ 767 10 سال این جانب در انتقال بار استفاده شده است. فرودگاه استانبول یک چند خط پرواز و نشست دارد و بعد این حادثه خطهای دیگر استفاده شدند.